این منجاق میبینی، این منجاق خودم درست کردم. بعد کسی نیست که ازم فیلم بگیره، در حال درست کردن منجاق من. اینم که اینا دستبند درست میشن، رو جلو ماشینم میذارن، جلو ماشین عروس میذارن، جلو آشپزخونه میذارن. بعد پایینش با منجاق شراب میکنم خوشگل برای جلو آشپزخونه، خیلی شیک میشه. حالا بخواد 1 متر و 50 سانتی بشه، یعنی از 1 متر و نیم باید بشه تا به پنجره برسه. بعد با منجاق تمام پایینش تزیین میکنم. این هم منجاقم. برم شو جلوتر. این هم منجاقم، این هم بقیشون. من انواع منجاقا رو بلدم درست کنم. چه نقشه نگاه خوشگل دادم بهش برای